این ویدیو این سایه جذابی که ازم پرسین یه خط چشم فید باشه رو بهتون آموزش بدم. مرسی که لایک میکنین. بچه‌ها با یه دونه براش فید بزرگ یا زبون گربه بزرگ یه رنگ قهوه‌ای خیلی نود زیر چشم میذارم و بعد از خط چشم این گلوت برای داخل چشم استفاده میکنم. با براش زبون گربه کاملا اون رو بلندش میکنم و فید میکنم به سمت پایین و بعد وقتی که چشمش بازه یه خط میکشم در راستای خط چشمم و نم نم اون رو به سمت داخل بلند میکنم و بعد با براش زبون گربه این بادم به سمت داخل به صورت اوریب فیدش میکنم و بعد قسمت فید شده رنگ مشکیمو با رنگ قهوه‌ای خیلی کم رنگ خشکش میکنم و بعد از براش زبون گربه استفاده میکنم انتهای خط چشمو با رنگ مشکی بلند میکنم و به سمت داخل فیدش میکنم به صورت پرتابی. راستی هفته بلک فرایدی و همتون از من تخفیف خواستید. برای 8 آذر ما روی دوره عروسکاریمون براتون 3 میلیون تخفیف گذاشتم با شماره‌ای که داخل کپشن گذاشتم. حتما تماس بگیرید. خب با یه رنگ نودی که زیر چشم زدم قسمت بالای چشمو بلندش میکنم و بعد از یک شاین برای جلوی چشمم استفاده میکنم و هایلایترمو جلوی چشمم میزنم و موجمو میذارم و یه ریمل کوچیک به سمت موجای خودش میزنم.